سلام عزیزای دل، انشالله که جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. امروز ما به پارک سی اول آمدیم که در خیرخانه کابل موقعیت داره. البته یک پارک مشهور است و همگی انشالله که در کابل زندگی کردن میشناسن و دیدن اینجا را. و ما امروز خواستیم که یک بار دوباره سر بزنیم تا خاطرات شما را تازه کنیم و از حال هوای پارک سی اول در فصل زمستان براتون بگوییم. البته ما با وجودی که در فصل زمستان قرار داریم، ما فضای پارک میبینیم که سرسبزی خود داره و چیزی که بسیار در پارک تغییرات مثبت آمده که بسیار فضای پارک پاک شده. نظافت بسیار مراعات میکنن، زیاد خوب ازش محافظت میکنن، سرسبزیشون بسیار خوب است، جای تفریح برای اطفال جور کردن، جای ورزش جور کردن، فضای خوب بر مطالعه و سرگرمی هست. همچنان مکان خوبی برای فوتبال است. البته میدان فوتبالش زیاد سبزه و اینا گرفته نشده، اما بازم اطفال داشت سرگرم هستن، اطفال نوجوان ها خوب است داشت سرگرم هستن که ما براتون ویدیو گرفتیم، از لابلاش میتونین باز تماشا کنین، میبینین که فضای پارک چقدر خوب سرسبز است. با وجودی که در این روزا مثلا طفلا رخصت هستن از مکتب، جای خاصی خود نداریم برای رفتن، اما خوب است خدا رو شکر حداقل یک پارک داریم که میتونن طفلا برن، یک سرگرمی و یک تبدیل هوا برشان شوه. مکان خوب بر تفریح طفلام دارن، یگان وسایل بازی هستش. طفلا رو میبینین که سرگرم گاز خوردن هستن. یا میدان فوتبال، چهار طرفش قشنگ جالی گرفتن، خوب میدانک خوب جور کردن، فقط مشکل سبزه داره که انشالله شاید بزودی او رو جور کنن و در نظر داشته باشن چیزی، چون کمک خاک‌آلود است بر طفلا، اما دیگه بسیار خوب جور کردنش. گفتید باده سوار بودن نکنید نمیکنه. این اطراف پارک مردم قدم میزنن، بعضی کسا مطالعه میکنن، بعضی سرگرمی ها دارن، بزرگسالا میان میشینن، این هم نشانه زنی میکنن. بایسکل سواری بر طفلا که دوست دارن بایسکل سواری را نو یاد بگیرن، جایی که خوبی است که از افتادنی هایشون هم جلوگیری میکنه. و داخل یک زمینی کسب کار برکسته جور شده، یا گیم که شاید اکثریتتان یاد داشته باشین و بازی کرده باشین ازش، فوتبال دستی. نشان زنی، این کارگر هستن که در حالت کار کردن، مردم در حال قدم زدن و به می شکل ادامه داره. و ها دوستای عزیز، اگر دوست دارین اما تو ویدیو برای شما شریک بسازیم، پس ما را فالو داشته باشین، لایک کنین و اگر تا حالا سابسکرایب نکردین پس فراموش نکنین که صفحه ما را سابسکرایب کنین تا ما بتونیم مطابق خواست شما براتون ویدیو را شریک بسازیم. بله اینجا بسیار یک جای مقبول جور کردن.
تا ویدیوی دیگری که ما باز در خدمتتان قرار میگیرم. خدا نگهدارتان.